سلام. امروز اومدم آموزش بدم که چطوری در ماینکرافت یک زامبی ها رو اصلا نابود کنید برن دیگه وجود نداشته باشن تو ماینکرافتتون. خب نه کنید، همونطور که اینجا میبینید من یه زامبی رو زندانی کردم. همینجا زندانی کردم که همینجا بمونه دیگه. خب ما میریم تو تنظیمات بازی، ستینگ بازی و میایم پایین. میشترم همونجایی که من همونجایی که سبز من دستم گذاشتم مییم روش. برای شما اول نورمال رو بیاره، یعنی این. اما شما گزینه اولی انتخاب میکنید، یعنی پیسفول. بهش میریم بیرون از بازی. اون زامبی که الان اینجا بود کجاست؟ نگه من همین زامبی ها همینجا اسپان نکردم براتون. بهش حالا نها کنید، این تخم زامبی بودش. الان هر چقدر میزنم این ور بزن اون ور بزن این ور بزن اون ور بزن نمیاره. الان دیگه زامبی تو این دنیا وجود نداره. حتی ماپا هستن، فکر کنم نه ماپا هستن. هیچ زامبی اندتو بگو، اندرمن، اسکلتون، این چیزا وجود ندارن. خب مثل که این ویدیو رو تماشا کردیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.